همه ما شما باید با یک دیگر دست بدهیم و امیر احساس بکنیم که هر فرد جامعه ما مسئولیت داریم. چیزی که نبی کریم صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک خود می‌فرماید که کلکم راع، هر فرد شما مسئول است، هر فرد شما مسئول، هر کس در جای خود، اگر مرد است، اگر زن است، اگر بزرگ است، اگر خود جوان است، همه در چوکات خود مسئول است، باید مسئولیت ادا بکنه. ما شما هم میگیم که دست به دست دیگه بدهیم، با هم همکار باشیم، هم صدا باشیم، تفاهم در بین خود داشته باشیم، به جای تقابل تفاهم داشته باشیم. یک فرصت بسیار طلایی به دست ما آمده، امنیت است. خب مشکلات هم هست، از این کوشش کردن نمیتونیم ببینیم که مشکلات کاملا داره، مشکلات سیاسی است، مشکلات اقتصادی است. ما امیدوار هستیم ان شاء الله ببینیم میره که در دنیا هر جای دنیا که باشه مشکلات هست. ما متاسفانه بعضی از مطبوعات، بعضی از رسانه ها صرف همون نقاط منفی را میگیره، سر از اون فوکس میکنه، امور به مردم میکشه، دیگه کارهای مثبتی که رخ میده و نمیته به بیرون نمیکشه. بازمی است که به بعضی ها ناامیدی پیدا میشه. اگر رسانه ها هم در خصوصا در حالات فعلی این مسئولیت داره که واقعیت های زمینی را، چیزی که در روی زمین است، اگر خوب است، اگر بد است، اگر مثبت است، اگر منفی است، همیشه را به مردم پیش بکنه تا مردم ببینن که در جامعه مشکلات هم هست، پیشرفت‌های هم هست، خوبی‌های هم داره، بدی‌های هم داره. اگرچه ما اطمینان داده بودیم، بازم اطمینان می‌دهیم که ان مشکلات حل می‌گردد آرام. کشور ما، مردم ما مانند کشورهای غربی نیستند. بعضی‌ها فکر می‌کنند در کشورهای غربی که پیشرفت‌های صورت گرفته فکر می‌کنند که در یک روز و دو روز یا 5 سال و 6 سال 10 سال صورت گرفته. نه خیر، آنها 100 سال، 40 سال و 50 سال در جمعیت از کار از مردم کار می‌کنه، با این اساس تا این حد رسانده. ما در 40 سال آتش بودیم، 40 سال در ویرانی بودیم. حالا از این برآمدیم. ان شاء الله امیدوار هستیم که با گذشت زمان، با گذشت وقت ان شاء الله یک زندگی مرفه و آرام مستقل داشته باشیم و ان شاء الله از این مشکلات هم ان شاء الله بدر بیاییم.